اگر شما کشوری رو داری که 13 سال جنگه، زیرساختاش نابود شده، اقتصادش نابود شده، برای یه بسته نون باید ساعتها سر صف بایستی و یک ظرفیت سهمیه محدود داری. بعد اگر بخواد نان بیشتری برای خانوادت که قوت لایموت تصل ببری، باید بری آزاد بخری. با کدام درآمد، با کدام معیشت؟ وقتی شما افسران ارتش سوریه از افسران رد متوسط به بالاشون 25 تا 30 دلار حقوق در ماه میگیرن، اما همون فرد با خانواده‌اش ماهانه به واسطه شرایط اقتصادی که در سوریه داره 500 تا 700 دلار باید هزینه کنه و این فاصله رو فقط میتونه با رشوه گرفتن در بیاره و با دزدی. خب این نارضایتی ایجاد میکنه. توی طبقه کارمندشون همینطوره. وقتی که طرف داره 20-25 دلار حقوق میگیره، 500 دلار هزینه داره، طبیعتاً بقیه‌شو داره با رشوه میگیره. پلیسش همینطوره، ارتشش همینه، دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتیش همینه، وزارتخونه‌های، سازمان‌ها، شهرداری، همشون دارن رشوه میگیرن و این کاملا مشخص بود. این نارضایتی عمومی رو بالا میبره. شغل نیست، قیمت‌ها بالاست، واسه یه باک بنزین باید 24 ساعت سر صف وایسی، بعد بری با چه قیمتی بخری، قیمت بیرون چقدره، یه باک بیشتر بهت نمیدن، یه وقتایی که خیلی وضع خراب میشد 20 لیتر بیشتر بهت نمیدادن، توی 24 ساعت 2 ساعت 3 ساعت بیشتر برق نداری. بعد اون طرف تو همین پیوسته رسانه‌ای ادلب رو نشون میده که برق ترکیه 24 ساعت اونجا وصله، همه قیمت‌ها خوب و عالیه، اینها حدود 500 300 700 دلار دارن درآمد دارن، یک زندگی شاهانه دارن. اینا همه تاثیر میذاره. میگه ما اگر زیر بلیت ترکیه و تحریر و شام بریم بیان ما رو بگیرن، طبیعیه که وضعمون بهتر میشه. سرمایه اجتماعی نابود شده، مشکلات اقتصادی، مشکلات معیشتی، زیرساخت‌های نابود شده و نبود اصلاحات ساختاری، خصوصا در زمینه فساد، مقابله با فساد که همه اینا به هم وصل هست، اینا کاری میکنه که این مردم دیگه نمی ایستن. و وقتی که برخلاف 91 که خیلی هاشون، نه همشون ایستادن، در 1403 دیگه نمی ایستن و اون تصاویر شادی و هلهله‌شون داره در میاد.